سلام، من دکتر جرغانیان هستم و امروز میخوام در ارتباط با درمان جامع لک با شما صحبت کنم. همونجوری که بارها و بارها تاکید کردم، کسانی که مشکل لک دارن باید یک درمان جامع داشته باشن. علاوه بر رعایت یک روتین مناسب، اقدامات درمانی در سطح پزشکی و یا مراقبتی در سطح همکاران بیوتی تراپیست و در کنارش باید حتما سبک زندگی، محافظت از آفتاب، استفاده از ضد آفتاب و در نهایت امروز میخوایم در ارتباط با یک مکمل خوراکی ضد لک با شما صحبت کنیم. گلوتاتیون به عنوان یک مکمل خوراکی اثرات ضد لک خیلی خوبی داره. در برند درمکس و محصول پیگمنت های این برند ما 500 میلی گرم گلوتاتیون داریم که جذب خوراکی خوبی داره و همراه با هسته انگور به عنوان یک آنتی اکسیدان اثرات بسیار مناسبی در ضمن درمان لک داره. پس من توصیه میکنم اگر میخواهید درمان لک انجام بدید به صورت جامع در کنار یک روتین مناسب و ضد لک مناسب و دریافت خدمات ضد لک از سرویس های پزشکی یا مراقبتی بیوتی تراپیست ها حتما از درمکس پیگمنت ها به صورت روزانه استفاده کنید. این کپسول در دسترس هست در داروخانه ها. شما میتونید روزانه یک عدد از این کپسول رو در طی دوران درمان لکتون استفاده کنید. امیدوارم مطالبی که گفتم براتون مفید باشه. برای اطلاعات بیشتر در ارتباط با درمان های مختلف لک و آکنه میتونید به سایت من دکتر جرغانیان مراجعه کنید.